سنگ دل آهنگ دل تشنی زند ناله عشقت و سیاستمداران دروغگو و منافق آمریکایی برای اینکه این هدف پلید خودشون رو پنهان کنن ایران رو متهم میکنن به اینکه میخواهد کلاهک هسته‌ای درست کنه، سر موشک‌های بالستیک بگذاره و پرتاب کنه. کجا پرتاب کنه؟ ما با دشمنان خودمون اینجوری رفتار نمی کنیم. مصرف کردن بمب اتم برای نابود کردن ملت‌ها کار خود آمریکایی هاست. اونها تنها دولتی هستند که این جنایت بزرگ رو تا امروز انجام دادن. غربی ها هستند که سلاح شیمیایی را به وجود آوردند و اون رو مصرف کردند و در جنگ 8 ساله عراق با ایران و صدامی ها و بعثی ها این رو در اختیار آنها گذاشتند و در مقابل فجایعی که از این راه پیش آمد سکوت کردند و به او از پشت کمک کردند. ما مثل دولت مردان آمریکا جنگ طلب نیستیم. اونا جنگ طلبن، دنبال جنگن. ما جنگ طلب نیستیم. اما ما اونجایی که پای عزت این ملت و منافع این کشور به میان بیاد، ما اهل فداکاری هستیم. ما اهل فداکاری هستیم. ما فداکاری را مخصوص آحاد ملت نمیدونیم. رهبران آمریکا، رئیس جمهور و دولت مردان اصلی آمریکا بعد از قضیه 11 سپتامبر که به 2 برج نیویورک حمله شد، تا 2-3 روز از رئیس جمهور و معاونش و دولت مردان درجه 1 خبری نبود. گم و گور بودن. ما اینجوری نیستیم. ما اگر خدای نخواسته برای این ملت تجربه تلخی و امتحانی پیش بیاد، خود ما پیشاپیش ملت لباس رزم میپوشیم، آماده فداکاری میشیم. دل آهنگ دل تشنی زند ناله عشقت و آتش میزند قصه دل گردد و خواندنی تا آخر این عشق و این دل خواندنی مرکز در دست و قانون سرا شال ساز و شال سوز و شال